بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین دستورکار مربوط به آزمایش مدارهای الکتریکی رو اختصاص دادیم به آشنایی با دیودها. دیودها رو کم و بیش توی درس مدارهای الکتریکی معرفی شده خدمتتون. در واقع دیودها جز خانواده مقاومت‌های غیر خطی هستند، یعنی رابطه حاکم بین ولتاژ جریانشون یا منحنی مشخصه ولتاژ جریانشون یک رابطه غیر خطی هستش. تو این دستورکار میخوایم با دیود و انواع دیود که البته بیشتر دیگه خیلی به دیتیلش نمیریم، دو تا دیود که پرکاربرد هستن، یکی دیود معمولی و دوم دیود زنر، این دوتا رو با رفتارشون مختصر آشنایی پیدا میکنیم. خب اگر دیود معمولی رو در نظر بگیریم، در واقع خانواده دیودها که بهشون میگیم اتصالات پل دیودی هم گفته میشن، منحنی مشخصه ولتاژ جریانشون یک همچین رابطه داره. این شکلش اگر ولتاژ دو سر دیود مثبت باشه تا یه اندازه حدوداً بین 3 تا 7 بستگی به جنس دیود که چه موادی باشه، جریان دهیش صفر، یعنی جریانی ازش عبور نمیکنه. بلافاصله وقتی ولتاژ دو سرش از این مقدار که بیشتر شد، جریان دهیش شروع میشه به صورت خیلی شدید، به صورت اکسپوننشیالی زیاد شدن. در واقع تو این ناحیه دیگه میگیم که دیود تقریبا مثل اتصال کوتاه داره عمل میکنه. خب این ناحیه رو بهش میگیم ناحیه فوروارد بایاس یا بایاس مستقیم. و اگر ولتاژ دو سر دیود منفی باشه، جریان عبوردهی از دیود خیلی کم هستش، در بستگی به نوع جنس دیود چیزی در حدودای نانو آمپر یا میکرو آمپر، یعنی جریان های خیلی کم عبور داده میشه که به این ناحیه بهش میگیم ریورس بایاس یا بایاس معکوس. و اگر از یه حدی ولتاژ دو سر دیود بیشتر بشه، وارد ناحیه بریکداون میشیم، یعنی دیگه این ناحیه جریان عبوردهی از دیود به تدریج زیاد میشه و اگر از یه حدی این جریان عبوردهیش از دیود بیشتر بشه، دیگه باعث میشه که اصلا ساختار مولکولی دیود به هم بریزه، در واقع آسیب ببینم این قطعه الکتریکی. خب تو این ناحیه که بریکداون هستش، دیود زینر کاربرد داره، یعنی دیود زینر که در ادامه خواهیم گفت تو این ناحیه منحنی مشخص استفاده میشه. دیود معمولی تو این دو تا ناحیه، یعنی ریورس بایاس و فوروارد بایاس، به کار میرن. خب تا این همین اندازه کفایت میکنه. بریم سراغ دستورکار. اول دستورکار این هستش که ما یه دیود معمولی رو با یه مقاومت و یک باتری در واقع بایاس کردیم. به این صورت میخوایم در واقع منحنی مشخصش رو بکشیم. خب یعنی در واقع منبع ولتاژ هی تغییر بدیم، جریان اندازه بگیریم، ولتاژ دو سر دیود اندازه بگیریم و یه منحنی مشخصی ولتاژ و جریانش رو پیدا کنیم. خب این مدار رو میتونیم با سالب الکتریک هم همون شبیه سازی که خدمتتون ارائه شده شبیه سازی کنیم. اگر شبیه سازی کنیم و مقادیری که گفته تعیین کنیم، میتونیم منحنی مشخصه جریان بر حسب ولتاژ رو بگیم که برامون بکشه برای تغییرات منبعمون از منهای 20 ولت تا بزاق 20 ولت. اگه تغییر بدیم به این صورت خواهد بود. اگر ولتاژ دو سر دیود تا 7 کمتر باشه، جریان عبوریمون صفره. از 7 که بخواد زیاد بشه، اتصال کوتاه میشه، یعنی ولتاژ دو سر دیود تا همون 7 میمونه، جریان عبوریش بیشتر میشه. خب و همینو میتونیم با شبیه ساز پی اسپایس هم در واقع تحلیل کنیم که
برای دیود معمولی یکن 4001 استفاده شده و با هم مقاومت و چیز. اگر همین منحنی مشخصش رو بکشیم میبینیم چیزی شبیه همون اکسپوننشیال، یعنی تا این دیودی که استفاده کردیم تا 500 میلی ولت، یعنی تا نیم ولت جریان عبورده‌اش صفر، از نیم ولت که بیشتر میشه جریان عبورده‌اش شروع میکنه و افزایشی به صورت نمایی. خب این برای دیود. دستورکار ادامش با دیود زینر آشنا میشیم. نماد نمایش دیود زینر هم همون دیود معمولی که به جای کاتودش حرف Z استفاده میشه، به این صورت نوشته میشه. این بر آنود، این بر کاتود. خب اگر اینو با پی اسپایس در واقع مدارش رو پیاده سازی کنیم و منحنی مشخصش رو بیاریم، همچین شکل خواهیم دید. برای البته با این پولاریز و جهت جریان که اینجا گذاشتیم منحنی مشخص هم به این صورت میشه. اگر منفی باشه در واقع همون اکسپوننشالیه تا حدودای نیم، یا اینجا حالا 2.3 ولت جریان عبورده‌اش صفره، بیشتر از اون مثل اکسپوننشالی جریان عبور میده. و حالتهای این ناحیه که در واقع ریورس بایاسمون هستش تا حدود دیود زینر که البته اینجا استفاده کردیم 2.2 ولت، 2.2 دیود زینر 2.2 ولت هست، یعنی تا 2.2 جریان عبورده‌اش صفره. دو سرش وقتی به اندازه 2.2 افتاد جریان دهش شروع میکنه به افزایش دادن، یعنی تو این ناحیه زینر در واقع عمل میکنه و اجازه نمیده که این ولتاژ دو سرش از 2.2 بیشتر بشه. اگر شما این جدول اندازه‌گیری رو نگاه کنید، اگه ولتاژ VDD رو هی افزایش دادین از 2.1 دیگه ولتاژ دو سر زینر هم ثابت مونده، جریان عبوریش داره افزایش پیدا میکنه. خب اینم از دستورکار آخرین آزمایشی.